عزیزیم خیلی گشنه شدیم، بیار کمی نان. آمدم. بگی برات آوردیم. تشکر عزیزیم، خیلی گشنه شده بودم. والله زندگی شما مردا خیلی آسان است نه؟ سر صبح تا شب میرین بیرون میگردین دوباره میایین خانه، غذایتان آماده، لباستان شسته، خانه تان جارو. عزیزم کار بیرون خیلی زیاد است. مرد بودن در این زمانه خیلی سخت شده. نیست، چی سختی داره؟ بعضی وقتا وقتی به تو نگاه میکنم میگم ای کاش من هم مرد میبودم. خب حالا هم میتونی مرد باشی. سر از فردا 6 صبح بلند شو، برو سر کار. خب به این زودی ها کار از کجا پیدا کنم؟ خب عزیزم فرض کن کار هم داری، وظیفه داری، ماهانه 1 لگبانی ماش هم داری. خب او پول میخوای چی کنی تو؟ من اگر ماه 1 لگبانی ماش داشته باشم، اولین کاری که میکنم برای خود یک آیفون میخرم، میرم ناخنهای خود کاشت میکنم، در بهترین آرایشگاه منطقه خود آرایش میکنم، هر ماه لباسهای جدید میخرم، از زندگی لذت میبرم. خب اگر تو ماهانه 1 لگبانی درآمد داشته باشی چی میکنی؟ من اگر ماه 1 لگبانی درآمد داشته باشم، اول مصارف های پدر مادرم پورا میکنم، موتوری را که در قسط خریدیم پولی را پرداخت میکنم، کرای خانه را میتونم، کرای برق را میتونم، یک کمی پول برای آینده ما پس انداز میکنم. دیوانه استی؟ پس خودت چی؟ خودت فراموش کردی اصلا ها؟ دقیقاً فرق بین مرد و زن در همین جاست.